این هفته خبر تو خبر داره براتون از اوضاع خر تو خر نظام و وزیر خارجه‌ای که توش از این حرفا میزنه. آتشبس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بود، لاریجانی رو داشت، خطیب رو داشت، عسلویه رو داشت، فولاد مبارکه رو داشت. از اون طرف شهردار دزد رژیم در تهران اینجوری خط و نشون میکشه. مسئول این کشور چه در حکم قانونگذاری باید قانونی رو وضع کنه و برای کسانی که این جنایت رو انجام دادن برای سر اونها جایزه بگذاره. این در حالیه که بسیجی‌ها توی نظام با چنین سوالاتی روبرو هستن. خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن. ما متاسفانه الان به جای اینکه اون جماعت باشن جواب بدن، اون همون الان طلبکارن از ما. خب خیلی دوست دارم از آقای عراقچی وزیر امور خارجه بپرسم 30 روز پیش مگه شما همین 20 روز قبل از اینکه جنگ شروع بشه مگه نگفتی کسی به ایران حمله نمیکنه؟ خیلی دوست دارم از آقای خضریان نماینده مجلس بپرسم که مگه شما تو تلویزیون با اون خنده عجیب غریبتون نمیگفتید اونا به مذاکره نیاز دارن کسی به ما حمله نمیکنه؟ خیلی دوست دارم ای کاش الان آقای حاجی زاده خدا بیامرز زنده بود ازش بپرسم که آقای حاجی زاده فرمانده هوافضای مملکت مگه شما نبودید که فرمودید که کسی به ما حمله نمیکنه، خیالتون راحت نمیخواد مذاکره بکنید؟ خیلی دوست دارم از آقای سلامی بپرسم که نیستن الان در قید حیات، خدا رحمتشون بکنه، ولی مگه ایشون نبودن که به ما میگفتن که اگر جنگنده‌ای بیاد به ایران حمله بکنه برگرده دیگه اسرائیلی وجود نداره که بخواد روش بشینه؟ ساندیس خورای کف خیابونم آب و روغن قاطی کردن و اینطوری زبونشون دراز شده. جناب فرمانده که ما امیدمون به شما بود، غیرتتون کجا رفته؟ شرافتتون کجا رفته؟ از کی دستور میگیرید شما؟ مگه امام ما نفرمود جای مستکبران در قهر آبهای این مملکته؟ به کی گفت؟ به من گفت؟ به سیاسیون گفت یا به شما؟ یک بار لازم است یک نفر بی پرده به شما بگه مردم از شما انتظار داشتن و دارند و شما این اعتماد رو خدشه‌دار کردید. باید بیاید پاسخگوی ملت باشید و باید برگردید به شرایط میدانی که عزت آورد برای ما. از اون طرف اعضای استبل ولایت هم که به در بسته خوردن عذر تیم مذاکره رو اینطوری میخوان. از آقایون دیپلمات هم میخوام این رو اولا یه خدا قوت بهشون بگم، دو اینکه دیگه بس دیگه ما خلاصه شما دوراتون هم زدید، تلاشاتون هم کردید، با کشورهای مختلف هم رفتید دیدار کردید دیگه، در این موضوع خیلی هی نبرید این بحث متعصبانه بهش نگاه بکنید بگید آقا ما حتما باید از مسیر مذاکره حل بکنیم. خیر، دشمن زبان زور میفهمه. اجازه بدید که ما در میدان رزم بتوانیم منافع ملی رو به دست بیاریم. توی مناظره هاشون هم بسیجی‌ها از آخر و عاقبت نظامشون بدجوری به وحشت افتادن. نه اون حرفش های دکتر اینه که من میام هسته‌ای رو از ایران میگیرم، این دست ایران یه شمشیریه اینو ازش میگیرم، میمونه یه چماق موشکی، اینم یه بار دیگه میام همین پروسه رو یه 10 سال با هم میریم جلو، دوباره من میام رهبر بعدیشو میزنم، همه اینا دوباره فرآیند طی میشه، میرسیم به خانه اول موشکی. نه اصلا اینجور نیست. ببینید همین کارو با لیبی نکردن. دو کشور با هم، نه اصلا داستان لیبی این نبوده که. این هم جواب باند رقیب که حسابی برای زهرخوری له له میزنن. بعد یه عده میگن آقا ما میخوایم، طرف میاد توی صدا و سیما میگه قسم جلاله میخوره میگه من حاضرم برم ترامپ رو ترور کنم. اولا کسی که ترور میکنه یواشکی باید بره، نه که تو صدا و سیما میگه من حاضرم. تو برای هیچی حاضر نیستی. در ثانی خود ترامپ لب مرز ایران بود، حداقل ترقه نزدیکش میترقوندی که میگفتی که آقا من یه همچین اقدامی دارم. اصلا سیاست ترور سیاست رسمی کشور نیست. ولی چرا اینو حرف میزنن؟ من اعتقادم بر اینه که کسانی که میگویند ایران به دنبال بمب هسته‌ای باید باشد، کسانی که اخیراً گفتن ایران برد موشک‌های بالای 3000 کیلومتر دارن، کسانی که الان میگویند که آقا سیاست رسمی کشور باید ترور مثلا فلان افراد باشد، اینا زیاد تفاوتی علاوه عمل کردی با اونایی ندارن که ساختمان‌ها رو نشان میکردن برای جنگنده‌های اسرائیلی که بزننش. این دیپلمات تروریست نظامم پیشنهادش اینه که باید تا میتونن جنایت کنن. به نظر من اگر کاری بودم روی زدن سران امارات فکر میکردم. این حماقتی که اینها در کشتن رهبر کردن کافیه که ما هر جنایتی میخوایم بکنیم. این همه اتفاقات در حالی داره میفته که مردم ایران زیر بار فشار گرونی و
انواع نابسامانی ها طاقتشون تاق شده. بزن که خوب میزنی. سیب زمینی گرفتن کیلو 80 تومن. بزن که خوب داریم سرویس میشیم. روزی 4 ساعت نه برق داریم نه آب داریم. بزن که خوب داریم میزنیم. مجریای تیوی ریشم گیجیشون رو آوردن جلوی دوربین. یکی بیاد بگه الان اوضاع چیه، چه خبره. بالاخره الان اوضاع جنگیه. جنگ دوباره شروع شده مثل اسفند ماه، یا نه جنگ نیست، مثلا فقط یه تنش کوچیکه. کوچیکم آخه به نظر نمیاد. یکی بیاد حرف بزنه و یکی باید بیاد توضیح بده. وزرای دزد کابینه زرشکیان هم اینطوری مردم رو تهدید میکنن. مصرف ها بدانند که ما امسال با اونها حتما قاطع برخورد خواهیم کرد. این به این معنا نیست که اونها هر چقدر دلشون میخواد مصرف بکنن ما دولتی تامین کنیم. باید برن از مصارف غیر دولتی، از تابلوهایی که تهیه شده تامین کنم. این در حالیه که اصلا برقی وجود نداره که بخوان کم مصرفش کنن. میلیون ها تومان خرج و تشییع جنازه اون جلاد کردن و واسه قبرش هم تو مشهد 24 ساعته برق هست و خرج میکنن. ولی واسه زندگی عادی مردم نه. 2 مرتبه این بدبختی برقا شروع شد. خلاصه که همه تو نظام مشغول بخورن. ترس مشترکشون هم از قیامیه که در راهه. این ترورها ادامه پیدا خواهد کرد، تحریماش هم بیشتر حد زورشون برسه، اغتشاشات داخلی رو دوباره برنامه‌ریزی خواهیم کرد. اگر ما با اینا نجنگیم و اگر تلاش نکنیم بزنیم رهبراشون رو توی امریکا، یعنی اگر بخواید صلح و امنیت بماند تضمین بشه باید بزنیم، باید بجنگیم و بزنیم. خبر تو خبر. بسیجی‌ها این روزا کلیپ‌های قدیمی این جوجه تروریسین نظام رو به یاد میارن و باهاش اشک میریزن. کلام بهتون میگم، مطلع بهتون میگم، اپسیلونی نگران جنگ نباشید. با خبر دارم بهتون میگم، اپسیلونی نگران جنگ نباشید. اینجور که پیداست بسیجی‌ها بد جوری رکب خوردن. از اون طرف بادکنک پویش جانفدای ولایتم بد جوری ترکیده. جناب میخواستم ببینم خدایی نکرده دوره دوم جنگمون آغاز بشه شما داوطلبانه برای مملکت میرید جلو؟ بله ماشاءالله. پس شما آمادگی همه چی دارید درسته؟ بله. پس خب اسم و فامیل، شماره تماس، کد ملی رو بگی که ما همین الان میخوایم اعزام کنیم و هم بیاد اینجا شما رو برای واسه آموزش. یه سوژه خیلی خوب پیدا کردم برای جنگ. کجا بریم؟ حالا نه. چرا؟ حالا ما گفتیم الان آماده. نه من حالا کار دارم. سیستم دیگه با فیش حقوقی. نه میخوام حالا کار دارم من. خودتون گفتین آمادگی. نه ما بگم زنگ شو. نظرش بره. بگو آج احمد بیاده. این صبح میخوام 5 صبح بیان تو خواب ببرنتون. کد ملی و آدرس اوکی خواب ببرنم. تو خواب براتون 5 صبح وقتی خوابیم میام میبرن. برای چی؟ میخوام بفرستم برید جنگ دیگه. هوا ولمو بیا. یه دقیقه وایسا. یه ساعته. نه بابا. اینا احتمالاً تصورشون از جنگ یه چنین چیزی بوده. ته خط هم فعلا به این جفتک پرونیا بسنده کردن. آخونده هم با خیمه شب بازی دنبال روحیه دادن به بسیجیان. سرتا بشور باریکا، سرتا بشور بچه شاپو سرش ریکا که کفه داره
آمریکا شرف نداره، ریکا که کف نداره، آمریکا شرف نداره. این هم وسط ها. خوب انرژی داری فلفلی ها. شعار بده، یه شعار همین بده. مذاکره نمیخوای، سر ترامپ رو میخوای. مذاکره نمیخوای، سر ترامپ رو میخوای. خودم برات میارم. خب باش تو بازی کنیم. خب البته این صنعت روحیه دادن به بسیجی‌ها وارد مرحله مضحکی شده که با توجه به اعلام رسمی کاخ سفید ساعاتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توسط سربازان گمنام امام زمان ترور و به هلاکت رسید. این هم حسن ختام مشنگستان این هفته. عشق حسین مجتبی